یکی از متداول‌ترین آخر بازی‌هایی که باهاش مواجه میشیم آخر بازی رخ و پیاده است و خوبه که نکته‌های مربوط به این آخر بازی رو بدونیم. اما یکی از پایه‌ای‌ترین و مهمترین نکته‌های آخر بازی رخ و پیاده اینه که باید رخمون رو به پشت پیاده رونده برسونیم. فرقی هم نمی‌کنه که این پیاده رونده مال ما باشه یا برای حریف. توی این وضعیت سفید یه پیاده بیشتر داره که پیاده رونده است و توی مسیرش هیچ پیاده دیگه‌ای وجود نداره. توی این وضعیت اگه نوبت حرکت با سفید باشه، بهترین حرکت اینه که رخش رو به خونه B1 بیاره و در حرکت بعدی رخش رو بیاره پشت این پیاده تا اینجوری رخش بتونه به پیشروی این پیاده کمک کنه. اما اگه نوبت حرکت با سیاه باشه، بهترین حرکت رخ C3 و بعد رخ A3 است. دقت کنید که حرکت رخ C3 یه نکته ظریف هم داره. اونم اینه که با رخ C3 شاه سفید رو هم محدود میکنه و نمیذاره که به عرض سوم بیاد و به مرکز صفحه نزدیکتر بشه. حالا اگه سفید پیاده‌اش رو جلو ببره، سیاه میتونه رخش رو بیاره پشت این پیاده و جلوی پیشرویش رو بگیره. ضمن اینکه الان شاه سفید رو هم محدود کرده و نمیذاره شاه سفید وارد عرض سوم بشه.